سلام، با موزه شاتگان شلاقی اومدیم. برای شاتگان شلاقی لوازمی که لازم داریم 3 تا چیز لازم داریم: سرعت دست، پامپت و یه گان. هیچ فرقی هم نداره، با تمام گانا الان بهتون یاد میدم که بزنید. فقط 3 تا دکمه است. الان فقط لازمه که ما پامپت رو بزنیم تا یه کوچولو از اون خط نصفه کمتر. نگاه کنی یه کوچولو کمتر میزنیم. نایف و گانو میزنیم، میبینین که الان نایف رو زدم و بعد خیلی لازم نیست این نایف و گانو سریع بزنیم. یک کوچولو باید اسکینمون بیاد پایین. هیچ دست چپ و راستم که میاد فرق داره، هیچ فرقی نداری، همش یکیه. هیچ فرق نداره، فقط شکل دست چپ و راست هم فرق داره. و با پامپت راحت ترین روشه که هر جا میخواین دیگه شاتگان شلاقی بزنین. مثلا میخواین از بالای هر جایی میخواین بپرین، شاتگان شلاقیتون میزنین. مثلا اگر نمایشی میخواین بزنین، هر چیزی خیلی راحته، فقط یه مدتی لازم تمرین کنین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودین. لایک، فالو، سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.